بدید آقای دکتر. یه نکته دیگه هم عرض بکنم آقای دکتر. ببینید آقای دکتر، شما تیمی رو آوردید تو تاریخ ایران باستانتون که داره ایدئولوژی ناسیونالیسم باستانگرا رو ترویج میکنه. ناسیونالیسم باستانگرا الان میدونید آلترناتیو آلمانگرایی انقلاب اسلامی است. شما تیمتون تیمیه که تیم خانلریه، تیم شاگردان. من نمیخوام اسم ببرم، ولی اگه مجبور نمیخوام واقعا اسم نمیخوام رو اشخاص بحث کنم. تیمی که اونجا داره کتاب تاریخ ایران باستان مینویسه، همون روایت رسمی شاهنشاهی 2500 ساله در ستایش و تمجید از تاریخ به اصطلاح 2500 ساله، همون روایت جعلی آریایی. شما ذره ای تو نوشتهاتون اشاره نمی کنید که این روایت آریایی بیش از 80 ساله توسط خانم نانسی دمان، سارا پومری و خیلی دیگه نقد شده. هنوز به شیوهی که سر جان مالکوم 1215 هجری قمری باب کرد و جریان ماسونی ناسیونالیستی تو ایران بستش داد، به اون شیوه دارید آریاگرایی میکنید، ستایش از ایدئال سازی از ایران باستان میکنید. من نمیگم تاریخ ایران باستان